5 کاری که باعث میشه احساس بهتری نسبت به زندگی داشته باشی. شماره 1، کتاب بخون. کتاب خوندن علاوه بر اینکه علم تو رو افزایش میده، خلاقیت تو رو هم بیشتر میکنه. شماره 2، ورزش کن. ورزش کردن باعث میشه که اندام مناسبتری داشته باشی. ورزش کردن از بروز خیلی از بیماری‌های مزمن توی زندگی جلوگیری میکنه. شماره 3، مدیتیشن کن. این کار باعث میشه که اضطراب از تو دور بشه. استرس کمتری رو در طول روز تجربه کنی و به خودآگاهی برسی. شماره 4، یادگیری مداوم داشته باش. در طول روز یه زمانی رو به یادگیری اون مهارتی اختصاص بده که داری ازش پول در میاری. اون وقت میتونی جلوی خیلی از شکست‌هات رو بگیری. شماره 5، یه زمانی از روز رو برای وقت گذروندن با کسایی اختصاص بده که واقعا دوستشون